انفجار احمق‌ها. تا به حال نظریه رو شنیدید؟ خیلی جالبه، گوش بدید. یه نظریه است که آقای به اسم آقای کاوازاکی ارائه میده که از مشاوران شرکت اپل. استیو جابز بعد از شنیدن این نظریه عنوان انفجار احمق‌ها رو براش انتخاب میکنه. آقای کاوازاکی طبق مشاهداتش به این نتیجه رسیده که اگر در یک ساختار کاری جایگاه مدیر ارشد رو به یک مدیر درجه 1 اختصاص بدیم، اون وقت مدیران زیر مجموعه خودش رو از افراد متخصص انتخاب میکنه و انتخاب‌های اونها هم به همین شکله. به خاطر همین از رأس هرم تا ذیل هرم کاری پر میشه از افرادی که به نسبت جایگاه خودشون درجه 1 و متخصصن. اما اگر که در یک ساختاری جایگاه مدیر ارشد رو به یک مدیر درجه 2 اختصاص بدیم، اون وقت اون مدیر زیر مجموعه‌اش رو هم از مدیران درجه 3 درجه 4 که به نسبت اون جایگاهی که درش قرار میگیرن ضعیف‌تر هستن انتخاب میکنه و به همین ترتیب اون مدیران هم زیر مجموعه‌شون رو با همین متد انتخاب میکنن و این باعث میشه که تا ذیل اون هرم پر میشه از آدم‌هایی که به نسبت جایگاهی که درش قرار دارن خیلی ضعیف‌ترن و کار در اون ساختار کاری کاملا مختل میشه. و اگر یک آدم متخصص بر حسب اتفاق وارد اون ساختار بشه، یا فلجش میکنن یا به کلی حذفش میکنن. و اینجاست که انفجار احمق‌ها